سلام، خیلی خوشحالم که امروز در کنار یکی از دوستای خیلی خوبم توی زمینه کاری خودمون آقای صالحی از شیراز، فروشگاه تلکا، که به شخص خودم خیلی دوستشون دارم و خیلی باعث افتخاری که امروز در خدمتشون هستیم. به محبت داریم. جرئت یکی مرسی. از حرفه ترین ها، با لول ترین ها، با شخصیت ترین افراد توی این صنف که امروز قبول زحمت کردن ما در خدمتشون هستیم. ان شاءالله که لطف کردیم. مرسی. صحبت خوبی داشته باشیم و کارایی خاص خودش رو داشته باشه و بتونه هم به ما هم به همه کسایی که اینو میبینن و میشنون کمک بکنه. لطف کردیم. مرسی. منم خوشحالم اینجام در خدمتتون هستم. قربون شما. خب من با چند تا سوال شروع میکنم، هر جور که راحت بودین سوالا رو جواب بدیم، به ما کمک کنیم که بتونیم بحثمون رو ببریم جلو. از این اولش بگیم که از کجا شروع کردین وارد صنف آرایشی بهداشتی و سالونی شدین و چی شد که محصولات ناخن رو برای فروش انتخاب کردین؟ از چه زمانی بود؟ تقریبا 20 سال پیش، زمانی که شروع کردیم اصلا با محصولات ناخن نبود. فقط محصولات آرایشی بهداشتی بود، محصولات آموزشگاهی بود و سالونی، که دیگه تقریبا از 15 سال پیش، یعنی قبلا بابا بیشتر کار میکردن، از 15 سال پیش که شروع کردیم به کار ناخن با یه سری محصولات خیلی جزئی، با لاک‌های معمولی و لاک‌های طراحی، از اینایی که یه نوک کوچولو دارن، سوزنی. آفرین. آره، با اونا شروع کردیم و تا رسیدیم به اینجا دیگه. میشه گفت 15 سال الان. یعنی از اول یه جورایی این صنف ناخن و تجهیزات آره. ناخن شما بودین؟ بله بله. توی شیراز توی این کار. درسته. خب خیلی عالی، پس خیلی کمکی رو میتونیم بکنیم. خواهش میکنم. به نظر شما بیشتر نیاز ناخنکارا که فروشنده ها میتونن بهشون کمک بکنن موقع خریدشون چیه؟ یعنی هنر یک فروشنده برای رفع نیاز ناخنکار چی میتونه باشه؟ نیاز ناخنکار به نظر من قبل از فروشنده روی سواد خود ناخنکاره. یعنی اینکه آگاهی خود ناخنکار که باید با آگاهی بیاد خرید. خیلی نمیشه روی اون فروشگاه یا رو فروشنده به نظر من حساب کرد و سطح آگاهی خود ناخنکار باید بره بالا که بدونه چه متریال و محصولی استفاده کنه و بیاد خرید. خب ولی پیشنهاد شما قطعا تاثیرگذاره دیگه به عنوان فروشنده محصول بهش دیگه. آره، ولی یعنی اگه بخواد به دید فروشنده بهش نگاه کنیم، بهترین راهنمایی این که صادق ترین راهنمایی باشه. یعنی اینکه به دید یه فروش موقت بهش نگاه نکنیم و همیشه به این دید نگاه کنیم که اون طرف ناخنکار، حالا هنرجو، هر کسی که هست، وقتی که میاد خرید میکنه به این دید نگاه کنی که این قرار مدت ها مشتریت بشه و مدت زیادی تو اینو ببینی، یه جوری بهش راهنمایی کنی، صادقانه راهنمایی کنی که با ناراحتی نره بیرون. واقعیت رو بهش بگی. واقعیت، آره، یعنی همیشه. مثلا اگر که چون اینم خواستم ازتون بپرسم، بزرگترین اشتباه ناخنکارا چیه موقع خریدشون؟ یعنی مثلا شما اگر که احساس کنین نفر اشتباه میکنه قطعا اینو بهش میگین دیگه. قطعا، بدون شک. حالا به نظرتون بزرگترین اشتباهشون چیه؟ بیشتر اشتباه رایجی که موقع خرید، من خودم چند تا گزینه تو ذهنم دارم، یکیشو شما بگین من یاد مثلا بگیرم. میگم خیلی مورد اینطوری من شنیدم که یه نفری طبق علاقه خاصی که به یه محصول داره اونو بیش از حد خرید میکنه، بعد فروشنده یا مدیر فروشگاه حواسش هست دیگه، هر بالاخره مشتریشو تحلیل میکنه، میدونه این ماهانه هفتگی چجوری خرید میکنه، میاد بهش میگه این شما اینو مثلا چرا انقدر میخری، یا مثلا محصول دیگه هم امتحان کن. آره، برای تاپ و بیسا معمولا این اتفاق پیش میاد. نمیم حالا شما بهتر میدونی. یه ناخنکاری وقتی از یه تاپ یا یه بیسی راضی هست میاد به تعداد بیشتری میگیره، ولی خب اشتباهش اینجاست که به نظر من حالا تو طول زمان این نشون داده شده که وقتی فصل عوض میشه یا یه تاپ یا یه بیس که غلظت بالایی داره یه جا نگه داشته بشه، اون تاپی که شما بعد از 6 ماه استفاده میکنی ازش کیفیت اون اولیو نداره و مشتری میاد میگه که یعنی خرید دپویی انجام ندن. من خیلی موافقش نیستم. نه، حد اکثر برای 1 ماه خرید کنن، این که بخوان دپو کنن 6 ماه آینده استفاده کنن، نه، چه تو زمینه پودر چه ژل. خب به نظرتون دلیلش چیه؟ آره چون من تو ذهنم هستا، یعنی چه ترسی دارن که اینقدر دپویی خرید میکنن؟ که جنسه دیگه نیاد یا قیمتش مثلا خیلی به جز فرق قیمت بکنه. یعنی بحث قیمت به کنار،
مخصوصا تو این امسال خیلی اینو داشتیم که خیلی از برندهای خیلی خوب، برندهایی که همیشه جنس موجود داشتن، امسال تو مدت زیادی به کسری میخورن. خیلی از ناخن‌کارا به خاطر این میان خرید میکنن، بعضیاشون هم به خاطر قیمت. مثلا میاد میگه 6 تا 12 تا 24 تا اگر من از این محصول بگیرم آیا جا داره تو کمتر به من بدی، یا اینکه نه میخوام نگه دارم برای 6 ماه دیگه که میدونم گرونتر میشه. متوجه. آره 6 ماه اول امسال خیلی از همکارام سر تامین محصولشون من خدا اذیت شدن، تقصیر اونا هم نبود، یعنی نه. اتفاقای دیگه‌ای که افتاد تو کشور باعث شد که یه تأخیری توی تامین محصولشون براشون باشه. کلا تو ایران اتفاقاتی که تو کار میفته تقصیر هیچ کی نیست به نظرم دیگه. خیلی هم زیاده. آره تقصیر هیچ کس خاصی نیست. مدیریت کردنش واقعا هنر میخواد. آره. تفاوت بین مشتری حرفه‌ای و تازه کار وقتی میان پیش شما چیه؟ چجوری متوجه میشین؟ خیلی مشخصه. وقتی که مشتری تازه کار میاد اولا یکم آشفته است، اصلا نمیدونه دقیقاً چی رو میخواد. چیزی که ما از روش متوجه میشیم همینه که با تعجب به جنس ها نگاه میکنه، یا وقتی که دو سه تا کالیته براش جدیده دو سه تا کالیته لاکچل جلوش میذاری تعجب میکنه، یا یک سری برندا رو اسم میبری اصلا آگاه نیست. درسته. این خیلی مشخصه. مشتری که میدونه با تجربه است، لیست داره، همیشه میدونه چی میخواد، کد رنگ میگه، رو رنگش وسواس داره، یا به رنگایی که مشتریاش نیاز دارن آگاه، آشناس، میدونه دقیقاً چی میخواد. یه سوالی که خیلی به نظرم کمک کننده است برای کسایی که تازه وارد این سمت شدن، توی منظورم فروشگاه دارن یا یه فروشنده تخصصی توی یک فروشگاهی که تجهیزات ناخن کار میکنه، اینه که شما به عنوان یک آدم با تجربه و خوشنام توی این کار اگه بخواید راهنمایی بکنین چند تا ویژگی یه فروشنده خوب از نگاه خریدار بگین، چی پیشنهاد میدین بهشون؟ یعنی چیزی که مثلا شما خودتون یعنی برای فروشنده ها، بله، مثلا توی فروشگاه خودتون میگین به همکاراتون که این کارا رو بکنین یا نکنین، حس مثبتی، انرژی مثبتی بدین به طرف مقابلتون، چیه؟ من خودم واقعا دوست دارم اینو بدونم، به منم کمک میکنه. به عنوان فروشگاه همیشه باید حس مثبت به مشتریت بدی، چون که حالا مخصوصا توی خانم ها یه چیزیه که ما تو این چند وقت دیدیم و تجربهش کردیم اینه که بجز مسئله خرید اون محصولات ما خیلی مشتری داریم که میاد توی فروشگاه و خیلی وقتا میگه من یه چرخ میزنم و حس خوبی میگیرم، حالا اگه چیزی نیاز داشته باشم تهیه میکنم و از اینجا میرم. به نظرم این بهترین هدفی که یه فروشنده یا یه فروشگاه میتونه داشته باشه، که موقع خرید به مشتریش این حس رو بده که فقط مسئله این نیست که بیان یه کالایی از شما خرید کنن و برن. نه، ما با خیلی از مشتریامون دوستیم، رفاقت داریم، صحبت میکنیم، ارتباط نزدیک میگیریم و این باعث شده که مشتری با وفا و طولانی مدت. من مشتری دارم که یه زمانی مثلا خودش هنرجو بوده، الان هنرجو برای من میفرسته، حتی یعنی انقدر قدیمیه که هنرجوهاش هم الان هنرجو میفرستن، یعنی 3 نسل این مسئله داره ادامه پیدا میکنه. درست. این چیزی که به من انرژی میده واقعا. رابطه بلند مدتی شکل گرفته بینتون دیگه. آره. حس مثبت و این رفاقت و اون که بدون شما در واقع خودتون رو با اون همراه میدونین و همکار میدونین، اصلا کاملا بی‌تعارف. تنها چیزی که به من انرژی میده که این کار رو ادامه بدم همینه که میبینم نتیجه مثبت داره و توی طولانی مدت اینو دارم حس میکنم. مثل نوع و نتیجه میمونه دیگه. کسی که اول مشتریت بوده هی بعد مشتری میفرسته و اونم باز مشتری میفرسته، یعنی مسیر رو داری درست میری به نظر من. حالا تو این سالا بیشترین جمله ثابتی که از ناخن کار شنیدین دیگه، مثلا هر روزی که میخواین برین فروشگاه میگین که دوباره همون جمله همیشگی میشنم، وای چقدر گرون شده. این چیزیه که زمانی که لاکژل 20,000 تومان بود ما داشتیم، تا الان که لاکژل تا 250 تومان، 300 تومان، 390 تومان. نقشه ایران باید بزنین. آره. که بدونن اینجا ایران، ما هم ایرانیم، همه از یه جا اومدیم و همینه که از اون زمان میگفتن دارین این کالا رو گرونتر میفروشید، 20 تومن گرونه تا الان. خودتون تا حالا شده حالا یه چی مثلا محصول مثلا لاک ژل تا حالا امتحان کرده باشین
رو دست خودتون، برای اینکه بدونین که زیاد این چیه، چی کار میکنه. زیاد. آره واقعا. آره کاش تو برای خودم نه. نه تو یووی نه نذاشتم خوشه، ولی اینکه بخوام تستش کنم زیاد. پس اون حس واقعیش نگرفتین که خوش شما گذاشتی خوش شده. من که نه، مهمونی رفتی باش. نه این کار نکردم، ولی هفته پیش که دوستام آوردم اینجا، حالا بعد ویدیوش نشونتون میدم کامل. بعد از اینجا به بعد دیگه آره یعنی انگار رفته بود داخلش، بعد با اون همکارمون که ناخن کاره صبح گفتش مثلا من میخوام برم ماهیگیری، مشکل نداره؟ نه 48 ساعت نباید بهش میکروب بخوره فلان نشه اینا. بعد اینجوری گفت دستام خوشگل شد مانیکور کرد. نه ولی خودتون گذاشتین تو یووی؟ اون گذاشتیم، دست اونو گذاشتیم. نه خودم نه نه ولی لاکچر زدین؟ گارد ندارم خودتون؟ آره اینجوری مثل شما که مثلا ببینم این چه رنگی که آخه مثلا یه سری محصول ما داریم هر سال یه جوری ترند میشه، قطعا برای شما بیشتر این قابل سرامیکیای شما. نه اصلا مثلا یه رنگ که تا 2 سال پیش نگاهش نمی‌کردم. که آره کره‌ای، زرد کره‌ای، آیس موکا هم نه آیس موکا اینا. بعد ما بعضی وقتا میگیم که خب دیگه بزنین مگه چیه وقتی میره رو دست. حالا محصول تخصصی سرم پرایمر اینا که نه، اونا دیگه میدونیم ثابته و اونا رو درک میکنیم چرا انقدر مثلا خواهان خودشو داره، چون ملزومات کارشون. نه ولی من مشتری‌ها خیلی ها هستن که مثلا میخوان تست کنن، بعد ما خب تستر داریم از این پالتا میدیم مشتری تست میکنه، میگه نه میخوام رو دست. بعد میبینم بچه‌ها همه شلوغن، من اینجوری یواش میارم، من میگم رو دست من اصلا حساب نکن واقعا، اصلا نه دست قشنگی دارم نه خیلی بهش رنگ میاد، آره نه ناخنای خوبیه، ولی رو این حساب نکن اگه میخوای حساب کنی، فقط تستش کن. یه سوال دیگه، تو شیراز ناخن‌کار آقا داریم؟ آره میان ازتون خرید کنن؟ آره. برای خانوما مثلا خدماتشون برای خانوماست یا برای آقایونه؟ بگم آره ما اینجا چیز نداریم اصلا. آره خانوما هم، یعنی آقا برای خانم، آقا برای آقا. فکر کنم کارشون هم خیلی تمیز و خوب باشه. اونو دیگه نمیدونم که کارش چجوریه. ربطی نداره، ولی ربطی اصلا نداره، ولی یه سری وقتا تو یه سری کارا آقایون واقعا دقیقن. مثلا تو همین حوزه آرایشگری مثلا تو هیر استایلیست مرد میدونین که خیلی دارن. تو دنیا کلا زیاد داریم. بعد دلیل این که مثلا خانوما بهشون اعتماد میکنن میگن دقیق ترن، مثلا احساس میکنن مثل کار فنی بهش نگاه میکنن. شاید رو مو، شاید تو میکاپ، شاید، ولی ناخن فکر نمیکنم. آره ناخن کار آقا نیست به نظر من. گارد دارین؟ نه گارد نه گارد نه، اصلا بحث اینم نیست، نمیخوام فمینیستا طولو کنم سر این مسئله. آره ولی به نظر من کار آقا نیست، یعنی اون ذوقشو نداره. آره ذوقش به کنار، نه دستشون یه مقدار شاید زمختر باشه، یا اینکه مثلا اونجوری که باید درکش نمیکنن به نظر من. حداقل الان اینجوریه. میشه ولی مطمئن باشین این کارا تو پدیکور بدون شک آقایون بهتره. ولی خب کلا حالا مانیکور و پدیکور و اینا که باش مخالفتی نداریم برای آقایون انجام نه من خودم هم انجام میدم، خیلی شیک. آره. چون به نظرم حالا درست خود کار طراحی و کاشت ناخن تو آقایون هم داره یواش یواش بیشتر میشه و اینا. اونو خیلی موافقش نیستم، ولی خب واقعا نظافت و تمیزیش آره دیگه خیلی هم خوبه اتفاقا. مربوط به سلامتی و نظافت دیگه تمیز کاملا بهتر. خب دیگه بیشتر عاشق فروختن کدوم محصولتونین؟ حالا منظورم یه محصول خاص نیستا، یعنی حالا به هر دلیلی دیگه بگین مثلا کدوم محصول تو این سالها بیشتر دوست دارین روش تمرکز کنین واسه فروش. چه محصولی؟ فرصت فکر هست؟ آره کلا در جمع که خیلی دوست دارم، ولی خب یکم مثلا ما با هم راجع به سوم برقی حرف زدیم. خب می‌بینین شما مثلا خیلی به دلیل تمرکزی که گذاشتین روی محصولات خاصی و خودتون انحصاری دارین اونو مثلا کار میکنین قوی تر، خیلی هم دوست دارین رو اون مانور بدین تا جنسی که مشابهش شاید باشه مثلا تو فروشگاه دیگه. نه اون نه واقعا سوم برقی نیست، یووی هم نیست. من جنسی که حس خوب بهم بده، برند بگم، نه کالا نه. مثلا اگر که با اون برند راحتم،
و شرکت خوبیه، مشتریا راضین، در کل از اون برند حس خوبی بگیرم، از فروشش اصلا مانور نه، ناخودآگاه ناخواسته حتی بچهای فروشگاه ناخواسته روش انرژی میذارن و اون برند خوب کار میکنه تو فروشگاه. درسته. کالایی که خب هم با خود شرکتش راحت نباشیم، همین که مشتری، از همه مهمتر مشتری ناراضی باشه، هیچ وقت تو فروشگاه من جواب نمیگیره. خودتون حس خوبی ازش نمیگیره؟ نه من نه بچهای فروش به هیچ عنوان. به نظر کلا شیرازی آدم خیلی احساساتی نه؟ جدی این سوال شخصیمه. شخصی؟ یعنی خیلی براشون مهمه کلا چیزای احساسی و انرژی و این چیزا خیلی براشون مهمه. من تقریبا بیشتر آدمای شیرازی که دیدم که حال داشتن با هم حرف بزنن به خدا اینجوری بوده که من اصالتا لاری هستم البته. خب باشه ولی یکم فرق میکنه. آره ولی چیزای مثبت شیراز رو برداشتین ترکیب کردیم با بحث اقتصادی دیگه. خودمون راجع به لار میدونیم دیگه. آره. به نظرتون تو کار ناخن، توی فروش محصولات آنلاین میتونه جوابگو باشه یا بهتر بگم مثلا صرفاً آنلاین به نظر شما پیشنهاد خوبی هست؟ صرفاً آنلاین نه. توی کار ناخن نه. الان نه حداقل. چرا به نظرتون؟ چون خیلی ها میخوان فروشگاه بزنن. خب بزنن هزینه هاشو نه میگه مثلا هزینه هاشو نگاه میکنه بعد میگه خب من انرژیمو بذارم آنلاین قوی تر باشه. آنلاین شما میتونی دستگاه بفروشی، آنلاین شما میتونی ابزار بفروشی شاید، ولی آنلاین نمیتونی خوب لاک رو بفروشی، چیزی که تنوع بالاتری داره. آره ما الان تقریبا تو فروشگاه 10 تا برند لاک ژل داریم. درست. خب از این 10 تا برند مثال رنگ قرمزشو میزنم که حالا خیلی جا افتاده است. هر برندی تقریبا حداقل 5 تا رنگ قرمز رو داره. بله. خب ما مشتری داریم که 10 تا برند رو میذاره کنار هم، قرمزاشو جدا میکنه. میدونین یعنی طیفا خیلی براش مهمه، چیزی که هنوز توی عکس اصلا قابل تشخیص نیست. قبول دارم اینو. به خاطر همین توی این زمینه مثلا شما رنگ رو نمیتونی آنلاین بفروشی. اصلا کلا محصولی که یکم تنوع داشته باشه، شاید بگم مثلا تنوع محصول از 30-40 تا بره به بالا، حالا برسه به کار ما که اصلا یه برند اگه فقط محصولات لاک ناخنم داشته باشه خودش حداقل 150-60 تنوع داره. آنلاین حس چیزا نمیده بهشون دیگه، خرید مطمئن. به نظر من خودم چون اینا پیشنهادشو با اون یعنی صحبت کردن نظرم خواستن گفتم آنلاین خیلی خوبه، فروشگاه حتما باید آنلاین هم کار بکنه، هم نشون دهنده بروز بودنشه، هم نشون دهنده اینه که گزینه‌های زیادتری برای فروش داره دیگه. شما میتونید حتی خودتون قطعا دارین فروشگاه هست به مشتری خارج از ایران داره جنس میفروشه. بله. حالا یا به شکل مستقیم یا اینکه محصولش اینجا براش آشناش خرید میکنن میفرستن. به خاطر تفاوت قیمتی که ما داریم توی ایران محصول خیلی توی شیراز خیلی ما این مسئله رو داریم. خیلی ارزون تر متریال توی ایران از کشور اطراف که خیلی از اروپا هم خیلی ارزون تره و براشون میفرستن. ولی نمیشه دیگه چون کار خیلی متنوعیه. خیلی هم دوست دارم بیان حداقل یه سری چیزاشونو حضوری ببینن، لمس کنن، انتخاب کنن. اصلا فروشگاه صرف آنلاین رو پیشنهاد نمیدم، ولی خدمات بروز رو کاملا باید داشته باشیم دیگه. یه زمانی اصلا همچین چیزی نبوده که شما فقط ارسال کنید با تلفن سفارش بدین، حالا اصلا همچین چیزی نبوده، ولی ما الان در روز خب خیلی سفارش اینترنتی داریم، سفارش واتساپ داریم، اینا هم باز شاخه شدن. تلگرام داریم، واتساپ داریم، بعضیا با اون راحتن، بعضیا با دایرکت اینستاگرام راحتن. البته خیلی سخت پاسخگویی واقعا، هم به خاطر اینترنت هم به خاطر شلوغی، ولی نمیشه نداشت، باید ذره ذره گسترشش بدیم به نظر من. درست. کلا بعد یعنی ببینیم نیاز جامعه چیه تو حالا اون صنفی که داریم کار میکنیم. آره. ما هم طبق اون بریم جلو، خوباشو جدا کنیم، حالا اون بعداشو که شاید مثلا محتوای یا حرکت چیپیه یا مثلا بگیم زهرده اونو انجام ندیم، چون تا جایی که میشه. آره واقعا تا جایی که میشه ازش دور بشین. طرف مقابلم میفهمه، یعنی کاملا میفهمن که شمایی که این کارو نمی‌کنی چرا این کار. حتی بعضی وقتا اصلا نیاز به توضیح نداره، بعضی وقتا زمان بره، چون اون همون محتوای زردی که شما میگین
متاسفانه خیلی باب شده. بله. و حتی توی صنف خودمون بدون شک شما کسایی میشناسین که با اون محتوا اومدن بالا. بله. ولی به نظر من به همین سرعتی که اومدن بالا به همین سرعت میشن. فراموش میشن. بله. یه چیز دیگه محتوای زردم یه چیزی که ترند میشه، مثلا میگم الان سلامتی دیدین خیلی ترند خوبیه. آره. یعنی خیلی برنده دارن میان در کنار مثلا محصول پوستی تولید میکنه، در کنارش یه همایش مربوط به ورزش میذاره. خب این ترندی که هیچ کی نمیتونه بیارجش انتقادی بکنه. نه. حتی اگه خودش ورزشکار نباشه و دوست داشته باشه. نه اصلا شاید اون شغله هیچ ربطی به ورزش نداشته باشه. میاد حمایت میکنه. میاد چند وقت پیش یه رستورانی افتتاح شد تو دبی فکر میکنم که اصلا برای افتتاحیه‌اش یه ایونت ورزشی سلامت گذاشته بود. دیدم فکر کنم آره. فرزانده و این چیزا رو از تهران رفته بودن، خیلی افغان شیراز بود که رفته بود دبی. آره اینا اومدن یه ایونت ورزشی گرفتن، اصلا مرتبط نیست. ولی خب هم توی مجلات دبی اومد، هم توی یه تبلیغ مفید و سالم و هم به روز بالاخره درسته. زرد نیست، خیلی هم خوب و قوی شروع کرد به نظرم. آره. خب اگه که بخواین فرض برای این بذاریم که خب اینه که ما صنف مستقلی نیستیم، زیر شاخه یک صنفیم. اگر که بخواین این یه زمانی در نظر بگیرین این صنف مستقل بشه و شما بخواید بشین رئیس اتحادیه این صنف، نه حالا فرض برای این بذارین که به هر دلیلی شما منشون رئیس اتحادیه این صنف دوست داشتین، یعنی چه کاری بود که به سرعت مثلا میگیم این کارو بکنم حتما این واجبه خیلی؟ به نظر من یه حد اقل عدد بذاریم برای خدمات. برای خدمات حالا بگیم ناخون، حد اقل خدمات مثلا یه عدد براش بذاریم که بگیم این باشه. یعنی یه جوری به زور متوسل بشیم که بفهمن کسایی که دارن با قیمت خیلی پایین جون و اون به اصطلاح توان فیزیکی خودشونو میذارن دیگه این کارو نکنن. یه کوچولو در موردش صحبت کردیم. گفتم تو این چند سال ما خیلی داشتیم کسایی که خیلی قوی اومدن از همون 15 سال پیش، خیلی هم خوب پیشرفت کردن. درست. ولی توی اون لول موندن، با قیمت خودشون آپدیت نکردن و یه جا شکست خوردن و الان نیستن دیگه، از بین رفتن، اسمشون هم از بین رفته. ولی کسایی که کوچولو بودن در حد خودشون ولی قیمت رو آپدیت کردن، با کالا، با تورمی که توی کشور خودمون داریم خودشونو بردن بالا، هنوز موندگارن یا دارن کار میکنن یا حداقل کاری که میکنن میتونن خودشونو درمان هم بکنن در کنارش، چون اونم یه هزینه جدا داره. ناخون چیزیه که وقتی که طولانی مدت استفاده بشه، یعنی روش کار بشه، فرسایشیه. و ناخونکار بعد از یه مدت، حالا کتف درد که خیلی عامه، کمر درد باز دوباره همینطور، و این نیاز داره که در حین انجام اون کار یه سری حالا اون ترندهای سلامت هم رعایت کنن دیگه، ورزش رو داشته باشن، یوگا رو داشته باشن. خب اگر که شما وقتی که قیمت پایینی داشته باشی مجبوری کار بیشتری کنی که برسی به اون درآمد حد اقلی که بتونی از خودت مراقبت کنی، فشار بیش از حد به خودت، فشار بیش از حد چه ذهنی چه جسمی برات میاد و بعد از یه مدت زده میشی. ما خیلی ها ناخونکارا میشه دیگه. آره دیگه، خیلی ما ناخونکار داریم میگه که من زمان گذاشتن، میگن 4 سال من ناخون کار کنم. این اشتباهه. برای چی کسی باید یه زمان بذاره برای کاری که دوست داره؟ شما این کارتو دوست داری، یه برنامه طولانی مدت براش میذاری جوری که بتونی اینو تا حالا 10 سال 15 سال 20 سال بتونی کار کنی. اگه قرار سالم باشی باید بتونی درآمدتو در بیاری، ذهنت آروم باشه و جسمت هم بتونه باید یه برنامه‌ریزی داشته باشی که طبق اون سعی بکنی. بالاخره هممون تو ایرانی میگه و سعی بکنیم طبق اون برنامه‌ریزی بریم جلو. چیزی که حالا من از صحبت‌های شما و بقیه همکارا میگیرم اینه، از طرفی به خودت هم فشار بیش از اندازه نیاری که نزده بشی، نه خسته بشی، نه تاریخ انقضایی برای اون فیزیک و ذهن خودت بخوای در نظر بگیری. خیلی واضحه و بتونی در نهایت با برنامه‌ریزی که داری اگر شرایط خوب بتونی پیشرفت بکنی. چرا که نه؟ اگه از یه سنی به بعد، از یه تایمی به بعد دیگه نخواستی خودت این خدماتو به شخص انجام بدی، بتونی مجموعه خودت داشته باشی، بتونی مدرس باشی و فراتر از اون بتونی بری جلو. ولی همه اینا فقط در صورتی که بتونی با دید باز و به قول شما به روز اینا ببری جلو. آره خیلی ها میگن خب
دلار گرون شد، شما مثلا فلان کالا رو از قبل داشتید. امسال خودمون با اینکه دلار خیلی عجیب غریب رفت بالا دیگه، خودتون بیشتر از همه اینا حس کردین، تا جایی که میتونستیم ما قیمت‌ها رو تغییر ندادیم. قیمت‌هایی که شرکتی نبود که بازم تا جایی که میتونستیم نگهش داشتیم. قیمت‌هایی که شرکتی بود، حالا با هماهنگی خودتون یا با شرکت‌ها که صحبت می‌کردیم سعی کردیم یکم دیرتر قیمت رو ببریم بالا که مشتری اذیت نشه. ولی خب تا یه حدی ما میتونیم اینو نگه داریم. من اگه بیام قیمت، نمیگم پارسالم، 6 ماه پیشم رو بفروشم، طبیعتا دیگه نمیتونم به کارم ادامه بدم. نمیتونم اون کالا رو جایگزین کنم برای ناخنکار. حالا چرا یه ناخنکار باید بیاد به قیمت پارسال خودش کار کنه؟ حتی بعضی از ناخنکارا برای تخریب بقیه ناخنکارا با قیمت 2 سال پیش دارن کار میکنن. دقیقاً. و این ضرر مستقیم به خودشونه. فقط یه معضلیه که تا یک جایی هم مثل همون محتوای زردیه که راجعش حرف زدیم، تا یک جایی تاریخ داره. بعد از اون آدما خب خسته میشن میرن و اونایی که درست کار کردن میمونن. یه چیزی هم حالا من بگم اینجا، اگه حالا شاید کسی دید به دردش خورد و اینا، بگم واقعا فروشگاه‌های تجهیزات سالونی آرایشگاهی توی ایران در مقابل، اصلا من راجع به آرایشی صحبت نمی‌کنم، تخصص خودمون رو صحبت می‌کنم، واقعا یه سرچی بکنین، یه صحبتی بکنین با اون فروشگاهی که باهاش ارتباط خوبی دارین، واقعا درصد سودشون به نسبت سرمایه‌ای که گذاشتن، تایمی که گذاشتن، اصلا سود عجیب غریب بالایی نیست. یعنی منطقی ترین سود ممکنه. هزاران صنف دور و برمون هستن دارن کار میکنن با سود خیلی بالاتر. یعنی واقعا باید به نظر من ناخنکارا اون فروشگاهی که بهشون خوب خدمات میده قدردانش هم باشن. دو طرف هست کاملا. ولی واقعا سود 20% تقریبا با این هزینه ها، مالیات هم که شامل حال همه میشه، هزینه تبلیغات اضافه شده تو این چند ساله، همه دارن کار تبلیغاتی میکنن، هزینه های خود مغازه هست، کارمند هست و هزاران چیز دیگه. کاملا باید درک بکنن که خیلی فروشگاه ها همیشه با مایی که این محصول رو تولید و وارد میکنیم بیشتر کلنجار، بیشتر بحثمون همیشه فروشگاه طرف مصرف کننده این محصول که میشه اون سالن داره میگیره که کمتر بهش فشار بیاد، دیرتر قیمت افزایش پیدا بکنه، در صورتی که خودشون واقعا سود آنچنانی نمیبرن و سودشون توی تعداد بیشتر مشتریشونه. اینا به نظرم همه سرچی بکنن میفهمن که باید اعتماد بکنن همیشه به حرف اون فروشگاهی که باش رابطه خوبی دارن، چون که سود عجیب غریبی نمیبره. واقعیته. یعنی اگر که بیان نگاه کنن، مخصوصا این چند سال اخیر، مسئله سود تو کار الان دیگه خیلی اهمیتی نداره، چه برای وارد کننده چه برای کسی که مستقیم داره با سالندار کار میکنه. دیگه بحث سود خیلی کم شده. بله درست. ما الان جوری شده که بتونی مشتریت رو نگه داری، مشتریت راضی باشه. اینکه بخوای سود عجیبی ببرید دیگه، اینو هممون میدونیم. هر کدوممون تو این صنف حداقل میتونم پرقدرت بگم که هر کدوممون این کارو نمی‌کردیم، در کنارش کل اونا رو می‌فروختیم، سرمایه‌گذاری تو هر چیز دیگه کرده بودیم، خیلی بهتر بود. ولی اصلا بحث سرمایه‌گذاری نیست، واقعا بحثش بلند مدت‌تر از این حرفا. بله آره، یه جوری علاقه شده، یه جوری عشق شده دیگه. که خیلی الان موفقن، حالا شاید به درد کسایی که میخوان وارد این کارن بشن بخور. حتما برن صحبت کنن با فروشگاهی که خیلی موفقن. معمولا آدم‌هایی هستن که خیلی خوب راهنمایی میکنن. یعنی اینجوری نیستش که بخوان دروغ بگن یا کسی یا سر کار بذارن یا راهنمایی نکنن. سودشون و اعتبارشون و همه اینا رو بلند مدت به دست آوردن. ولی مثال میگم، آقای صالحی 15 سال 20 سال زحمت کشیده، اعتبار تو شهر خودشون و تو ایران کسب کردن. میدونن اگرم یکم حتی کمتر از کسی فعالیت بکنن، 15 سال 20 سال بعد خودشون هم تضمین کردن تو صنف خودشون. بله. یعنی اینجوری باید بهش نگاه بکنین. یه خرید دلار یا طلا نیستش که بیان یه سود 50% شاید تو یک سال بکنی، سال بعد چی؟ سال بعدش میخوای چی کار بکنی؟ یه نگاه اینجوری که بهش باشه کار خوبیه. هر کسی به نظر من تو زمینه تخصصی خودش یا رو علاقش کار کنه میتونه موفق بشه. شاید الان مثلا تا 3-4 سال پیش همه میگفتن که خب ناخن زیاده، ناخنکار زیاده، هم یه دختر خاله کسی داشتن که ناخنکار بوده. درسته. خب ما هم بریم فروشگاه ناخن بزنیم،
چه اشکالی داره؟ سود داره دیگه، بریم حتما محصول دیگه. همونا رو تامین کنیم. آره بریم محصول همین دختر خاله و دوستاشو در بیاریم، خودش فروشگاه رو تامین میکنه. نه اصلا داستان اینجوری نیست، به هیچ عنوان اینجوری نیست. برنامه‌ریزی میخواد، واقعا برنامه‌ریزی میخواد، مشورت میخواد. من الان خودم بخوام فروشگاه ناخن بر فرض محال بزنم و وارد این چیز بشم، واقعا من خودم برام با 10 نفر مشورت بکنم، چون من کارم توی این صنعت هست ولی چیز دیگه ای فروشگاه داری نکردم. قلق خودش خیلی داره، فرق میکنه. اصلا یه دایره اطلاعاتی میخواد که من اونا رو ندارم و بعد برم قشنگ یاد بگیرم، حتی اگه نیاز باشه برم یه مدت فقط نگاه بکنم. آقای صالحی بیشترین فروشتون، اوج فروشتون توی سالها، توی این سالی که کار کردم معمولا چه موقع از سال بوده و برعکسش؟ خواستم ببینم که حالا هم اینو به همون بگین، هم راهنمایی بکنین که تایمایی که میدونین فروش کمه چجوری هزینه ها رو مدیریت میکنین توی فروشگاه داری، چطوری برخورد میکنین که اون ماها فشار بهتون کمتر وارد بشه. فروش فکر میکنم مثل بقیه فروشگاه ها نزدیکای عید به نظرم بهترین تقاضا رو داره. البته مثلا از دی ماه تقریبا درست، کسایی که میخوان سالوندارا بیشتر میان از دی ماه خریداشون انجام میدن. کسایی که حالا کوچولوتر خرید میکنن همونجا نزدیکای عید دیگه تون کسریاشون رو سفارش میدن. تو این سالها هم میخوایم میانگین بگیریم، کمترین فروش رو ما تو مهر ماه داشتیم. نمیدونم موافقین یا نه؟ اول پاییز دقیقاً. آره. اصلا یه حس و حالی هم داره که بیشتر درگیر چیزای دیگه خیلیا. آره. حالا اونایی که بچه دارن درگیر مدرسه میشن، هزینه‌های اول سال، فصل سفر هم هست کلا اگه دقت کنین خیلی از ناخنکارا سالوندارا هم یه استراحتی هست اون تایم چون هست. بعدش دیگه میدونن میخوان یه اوجی داشته باشن، خستگی زیادی دارن که آره. از اون بر مثلا آبان باز یک مقدار شلوغ‌تر میشه دیگه، چون بعد از مهر دیگه برگشتن سفرات تموم شده. بعد از عید نظرتون چیه راجع بازار فروردین و اردیبهشت؟ برای ما خوب بوده، یعنی اونم به نظرم همیشه بازار خوبیه. آره برای ما خوب بوده. متریالا رو بعد تمدید بکنن. آره. یا حالا ببینن چی هست چی نیست، باز همه میان برای خرید پرسجو میکنن. نگاه کنید در کل وقتی که حالا یکم قدمت داشته باشی یه روند ثابت رو داری، یعنی یه سری مشتریای ثابت توی هیته ناخن، چه کسایی که خوب کار میکنن چه کسایی که حالا تازه میخوان شروع کنن، اونا هستن همیشه. اون تایمی که خلوت‌تر میشه اونایی ان که گذری اومدن تو کار ناخن، گذری اومدن ناخن کار بشن، اونا خب میرن سفر، اونا میرن به تفریحات اضافی میرسن و خب خلوت میشه. ولی اونایی که همیشه دارن کار میکنن یه سری مشتری خاص دارن، اونا یه روند خرید متعادل همیشه هست و منظم. یکم سوالای چالشی تر بپرسیم و اینا. بدترین کاری که در حق رقیبتون کردین چی بوده؟ چقدر شاید باورت نشه. نه اتفاقا نه جدی کاری نکردم بابا. آخه یکی یه کاری کرده باشه همه میان میگن من هیچ کاری نکردم. واقعا دارم فکر میکنم اصلا وقتی خیلی جوان‌تر بودین. الان مگه جوان‌تر دیگه چقدر سنی گذریه. حواسم بود. آره خب صبر کنیم. جدی بهش فکر میکنم، به ذهنم رسید بهتون میگم. حتی اگه شده رفتم شیراز برگشتم زنگ میزنم بهتون میگم. کاری آخه مثلا چی؟ شما چی کار کردی آیه؟ من از شما بپرسم. بدترین کاری که کردم مثلا اون موقع که توی بازار بودم، مثلا رفتم جنس مغازه که دیگر رو آوردم که من داشته باشم. اون موقع مثلا کنتکس آینه میرفتم میآوردم. آره خب میرفتم میآوردم از مثلا مستقیم نه، من میرفتم میخریدم میآوردم که داشته باشم. اوکیه. خب نه یعنی دستم اومد که چه جور کاری بگم. آره نه مثلا زیر فروشی هیچ وقت تو زندگیم واقعا نکردم. منم نکردم. اصلا نداریم اصلا. آره ما فاکتور میدیم قشنگ بیارید اگه چیزی ما زیر فروشی کردیم. ولی نکردم. پشت سر کسی هم چیزی نگفتم که تو روش نتونم بگم واقعیت. ولی این کاری کردم، رفتم جنس کسی دیگر آورد. الان نمیکنم ولی واقعا کار کرد. جنس کسی دیگه
نه ولی واقعیت بگم به تازگی یه شرکتی اومد جنس کسی دیگر رو خودش داد به ما، نمیدونم جزء کار بد ما محسوب میشه یا نه، که من حتی به اون شرکت گفتم که قبلش به اون بپرسید، یعنی اون زحمتشو کشیده، واقعا میگم که من اینو الان بگیرم یا نه. دوست داشتیم اون جنس رو داشته باشیم ولی قبلا کسی دیگه داشت تو شیراز قبل، آره کسی دیگه زحمتشو کشیده بود ولی من به شرکت گفتم اون طرف راضی باشه من اینو میارم دیگه. کار دیگه جدی نکردم واقعا. نه واقعا آره. من از شما قبول میکنم این حرفا. واقعا نکردم. چون اگه بود میگفتین، ولی خیلی جالبه هر کی میاد اینجا هیچ کاری بدی نکرد. خب شاید نکردن دیگه، نمیشه که. باور کنید دوست دارم بگم الان ولی هیچی بزنم نمیگم، تست دارن میگیرن. آره. خب مشتری چی؟ مثلا مشتری عجیب یا مشتری عجیب داشتیم زیاد. خود مشتری عجیب غریب باشه یکی که خیلی توی ذهنتون هست. آها یه کار بد برای مشتریه کرده باشیم، مثلا مشتری اومده اصلا داشت بدتون اومده برخورد بدی کرد یا داشتیم اذیت کن بوده. اوف. مثلا یه کار کردیم بره دیگه نیاد. من مشتری داشتم، حالا بذارین اینو بگم، مشتری داشتم اومد تو فروشگاه برای یه سالن خیلی خوب تو شیراز، یعنی نامی، مسئول خرید اون سالن بود و اومد تو فروشگاه. من اینجوری نشسته بودم، فکر کنم 2-3 تا هم مشتری داشتیم. اومد تو فروشگاه و 6 تا دستگاه یووی داشت. درست. از حالا یه شرکت خیلی خوب، اومد پرت کرد رو میز 6 تاشو با هم. خب و گفتش این جنسا به درد نمیخوره و فلان و خشک نمیکنه. گفتم 6 تاش؟ گفت بله. گفتم خب 6 تاش برای من، اصلا اومده بود برای دعوا. آره. یعنی دوست داشت منم اون موقع یه مشت واکنش کنم، آره بزنم اونو. بعد من همینجا اصلا تکون نخوردم، کامل همینجوری گفتم خب اگه 6 تاش خرابه که 6 تاش برای من، ولی اجازه میدی الان تستش کنیم که ببینیم چه جوریه؟ گفت نه یعنی تو میگی من اصلا تو میدونی من کیم؟ اینجوری. گفتم که آره میدونم شما مسئول خرید فلانجه. گفت خب. گفتم خب مسئول خریدی دیگه، اتفاق خاصی نیافتاده دیگه، اصلا هر کی باشی وقتی 6 تا دستگاه الان سالم باشه خب سالمه، ولی تست میکنیم هر کدومش خراب بود برای من، اصلا نمیخواست شما این کارا رو بکنی. و از فروشگاه داشت داد میزد که مشتریا ناراحت شدن و مشتریا اومدن از ما دفاع کردن و این خیلی من خوشحال شدم. فهمیدن بخواد چیکار کنه. آره دیگه. یعنی این خیلی انرژی داد به من که چند تا مشتری که اونجا بودن اومدن پشت من گفتن که خانم چتونه آقای صالحی مثلا فلان کار نمیکنه. منم هی بزرگتر شدم اینجوری تو ذهن خودم. بعد و گفتم خانم اگه میشه از فروشگاه برید بیرون یه تایمی بیاد که خلوت‌تر باشه یا اینکه وایسین با هم تستش کنیم. تست کردیم 6 تا دستگاه سالم بدون هیچ مشکل بود. چطوری روش شد؟ چی گفت به شما؟ بدون هیچ مشکلی بود. اصلا هیچ مشکلی نداشت. جلو خودش دستگاه کار میکرد. تست کردیم خشک شد، رو پالت تست کردیم که خشک شد، گفت نه رو ناخن تست کردیم خشک. یعنی من این صبر رو داشتم که اون کاملا بیاد هر جور خودش میخواد. گفت من بزنم رو دست همکارا زد. درست. کامل خشک شد، هیچ مشکلی هم نداشت. و هنوز میاد خرید میکنه. نه دیگه این اشتباه میکنه. و هنوز میاد خرید میکنه. بذارینش دم در بزنن. آره. نه وقتی اینجا رو پاک کنی. ببین آخه خیلی فشار، خیلی زور داره. نه خیلی هم زور داره واقعا. یعنی اومده ببخشید اومده آبروی شما رو جلو بقیه ببره که شما ترس آبرو بگی باشه این 6 تا بده من چقدر شده پولش بهت بدم برو. درسته برای این اومده بود دیگه. آره. بعدش چی گفت؟ هیچی. عذرخواهی هم نکرد. خیلی عجیب. و دم در فروشگاه وایسا سیگار میکشید. تون 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 تون. جدی یعنی قشنگ 5-6 نخ سیگار کشید. من نمیدونم چرا. حالا بمونه بین خودمون ولی بهمون بگین فرق بین کرم قهوه‌ای روشن بیج کرم خاکی با تهمایه گلبهی رو میتونیم برامون توضیح بدین؟ تهمایه گلبهی؟
توضیح بدم؟ نه واقعا این فرقش رو میدونی شما چیه؟ نه کرم قهوه‌ای روشن، بیج کرم خاکی با تقمای گلبه‌ای، واقعا هم چیزی هست؟ من خودم نمیدونم بهش کدوم رنگ. بیج من میدونم چیه، ولی بیج کرم نه خاکی اون با بیجی تقمای که شما گلبه‌ای. میدونی اونی که مشتریت میگه نیست. آره. یعنی بیجی که رو ماشین میزنن نیست. نه اصلا اون نیست. نگاه کنید من مشتری دارم دیگه، اینا رو میان ما زیاد میشنویم دیگه، این بیج نمیدونم مایل به فلانه، یکم نخود توشه، یکم گوشت توشه، یکم این توشه، گوشتی توشه، فلان توشه، تاش یه دیزی در میاد. جدی میگم یه رنگی که اصلا فکرش نمی‌کنی در میاد. واقعا کار عجیبی داریم. آره. بعد همش هم کنار هم از نظر اونه. از نظر شما یه رنگ دیگه است. از نظر من کامل ساده سبز ساده. ولی آفرین من تایید میکنم رنگ حرفای مشتری‌ها رو، یعنی میگن این اون نخودی که من میخوام نیست، میگم اتفاقا این دقیقاً اون نخودی که شما نمیخوای. این چی؟ این هست؟ میگه آره این خیلی نزدیکه. میگم خب این عالیه دیگه، همینو بخر دیگه، چی میخوای؟ این خوبه. این تکنیک فروش بود. آره تایید. بعد دیگه یه سوال خواستم بپرسم که به شما تعلق نمیگرفت، رد میشیم. آره گفتم راجع به کار ناخن آقایونم که صحبت کردیم. بله. که از نظر قسمت اون سلامتیش قبول داشتین و خب چی دوست داشتین که بگین شاید مثلا ما نپرسیدیم نشده بحثه، حالا کمک کننده باشه به صحبت. حتی ما بعداً دوباره با هم دیگه توی فصل‌های دیگه صحبت می‌کنیم راجع به موضوعات به روزتر صحبت می‌کنیم با هم دیگه. حتما. یه بار شما بیاین شیراز، ما حتما خدمتتون میرسیم. خیلی وقته همین که دلم رو بیاین می‌خواد شیراز. ان شاءالله همین کارو می‌کنیم. میایم که هم شما رو ببینیم زود به زود، خوشحال بشیم، همین که بتونیم اونجا با هم دیگه صحبت بکنیم. چرا که نه. حالا اگه بحثی هست، صحبتی، چیزی که به ما کمک بکنه، به دوستایی کسایی که دارن این قسمت‌ها می‌بینن کمک بکنن، به اون بگید. به ناخونکارا یا به بیشتر مخاطب ما ناخونکاران یا فروشگاه‌ها؟ کلا به نظر من چه فروشگاه چه ناخونکار علاقه نداشته باشه اصلا نیاد تو این کار. فرقی نمیکنه، یعنی برای پول تو این کاره خیلی نباید بیای. بالاخره هممون داریم کار میکنیم برای درآمد دیگه. درسته. ولی به هدف این درآمده به نظر من نباید بیاین تو این کار. درآمد پیش میاد تو زمان، یعنی اینکه شما به دید سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بهش نگاه کنی، نه اصلا. قبلا برای ناخونکارا اینجوری بود ولی الان اصلا اینجوری نیست و اگه بهش علاقه نداری اصلا نیا. حتی شده من هنرجو میاد فروشگاه دیگه میشناسم دیگه، وقتی جنس خرید میکنه خیلی ناراحتم. اینو واقعی دارم میگم، یعنی ناراحتم که داره خرید میکنه، چون که میدونم اینا به هیچ که ادامه نمیده. حد اکثر 1 ماه 2 ماه میره وارد اون کار میشه، میبینه اون چیزی که فکر میکرد نیست و میکشه کنار، یا تماس میگیره میگه اگه میشه کالا رو از من بگیرید، من کار نکردم فلان و اینا. و این منو خیلی ناراحت میکنه، مخصوصا کسایی که قشر ضعیف‌تری ان میان خرید میکنن. هر سری میبینم اونا رو دیگه به هیچ عنوان من کالا بهشون نمیدم، جنس بهشون نمیدم. میگم بچه شما برین تا جایی هم که میتونید سعی کنید کالای ارزون تر بهش بدید. واقعا همون قدری که علاقه داشتن باعث پیشرفت موظف میشه، علاقه نداشتن زدشون میکنه از این کار 100%. و اینکه میگم به اون زیبایی که از بیرون نگاه میکنن نیست، چه کار فروش چه کار ناخون داره. فقط خوبیاش بالاخره یکم طبیعیه، بیرون که میبینی بیشتر خوبی‌ها رو میبینی. خب یه جوی که افتاده الان میگن ناخونکار، دخترای خانم‌ها ناخونکار زیاد شده، خانم‌ها ناخونکار مثلا مستقل شدن و اینها، اشتباهه. خب کسی که نمیدونه اینو میشنوه و باور میکنه. درسته. آره فکر میکنه که اونم میتونه این کار انجام بده. این نیست، ولی باید هنرشو داشته باشه، بنیه‌شو داشته باشه، آره صبرشو، آره همینا رو باید داشته باشه. به نظر دایره مشتری خودش رو بسازه، حفظشون بکنه، نگهشون داره و بیشترشون بکنه. خود اینه که پیشرفت میکنه. وگرنه با همون چیزی که گفتیم تو خانواده همه هستن که میشه براشون کار کرد. آره. یکی متریال بیا تامین کنه، یکی کار ناخونکار نمیشه. اون در اون حد این شدنی نیست، واقعا شدنی نیست. خب ما خیلی لذت بردیم، یکی از بهترین قسمت‌ها بود که داشتیم. واقعا هم خیلی گفتگو
و واقعا یکی هم خیلی گفتگوی دوستانه و شیرینی بود، خسته کننده واسه من که نبود، استفاده منم لذت بردم. خیلی راحت یه سری نکات رو گفتین که به نظرم هر کسی اینا رو نگاه بکنه، مخصوصا فروشگاه داره بدون نگاه بکنه خیلی کمکشون میکنه. چون امیدوارم صحبت از جایی میاد که 15-20 سال تجربه پشتشه. مرسی. امیدوارم که موفق تر باشین همیشه. مرسی. در کنار شما هم دیگه بتونیم ادامه بدیم همکاریمون و دوستیمون رو و بتونیم از هم دیگه حتما اطلاعات بیشتری بگیریم و کمکمون بکنیم. حتما. خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون. زحمت کشید. متشکرم. PNS اسپانسر این اپیزود نیلکست. خیلی خوشحال میشیم که ما رو توی یوتیوب و پیج اینستاگراممون همراهی بکنیم. من میدونم گوشی منو ایشون برداشتن الان. لطفاً دخالت این همونطور که ما به پشت دوربین دخالت نمی‌کنیم بعد دخالت نکنیم. خب بعد آره عرض کنم خدمتتون که اگه شما رئیس نه راحت باش. آره راحت باش. نه شما خوب میشن، ما هیچی نه. نه من تست کردم. مرسی.